خیلی میگن پول خوشبختی نمیاره، ولی چرا هرچی بی پول تر میشیم کمتر احساس خوشبختی میکنیم؟ تو این ویدیو قراره روانشناسی پول رو بررسی کنیم. بیایم ببینیم واقعا پشت این جمله چه خبره. باور اول، پولدارا آدمای بدین. خیلی‌ها فکر میکنن هر کی پولدار شد حتما یه جایی حق کسی خورده، اما روانشناسی میگه این بیشتر یه دفاع ذهنیه تا واقعیت. وقتی تو پول نداری، ذهن برای اینکه احساس ضعفی شکست نکنی پول تبدیل میکنه به یه چیز بد. اینطوری به خودت میگی اگه پولدار نیستم حداقل آدم خوبیم. ولی مشکل دقیقاً اینجاست. وقتی باور داری پولدار بودن برابر با بد بودنه، ناخودآگاه جلوی خودتو میگیری، فرصت‌ها رو نمیبینی، ریسک نمیکنی. حتی اگه پولم بیاد سمتت، ذهنت کمک میکنه خرابش کنی، چون نمیخوای شبیه چیزی بشی که ازش بدت میاد. واقعیت ساده اینه، پول آدما رو بد نمیکنه، فقط شخصیت واقعیشون رو بزرگتر میکنه. باور دوم، پول خوشبختی نمیاره. این جمله قشنگه، ولی روانشناسی میگه معمولا از ذهن کسایی میاد که خودشون همیشه زیر فشار مالی بودن. وقتی پول نداری، مغزت برای اینکه دردش کمتر بشه پولو تبدیل میکنه به بی‌ارزش‌ترین چیز دنیا. یه جور دفاع درونیه تا حس نکنی چیزی رو از دست دادی. اما واقعیت روانشناختی اینه، پول خودش خوشبختی نمیاره، اما نبودش میتونه خوشبختی رو از ریشه بزنه. استرس، تنش، ترس از آینده، همه اینا مستقیما روی سلامت روان اثر میذارن. درسته پول شادی نمیسازه، ولی شرایطی رو میسازه که شادی بتونه نفس بکشه. باور شماره 3، پول رابطه ها رو خراب میکنه. یه زوج رو تصور کن، همه چی آرومه و هیچ اختلاف جدی هم دیده نمیشه تا اینکه یهو پول وارد زندگیشون میشه. مثلا یه افزایش حقوق یا یه پول غیر منتظره. از همینجا رفتارهای پنهان خودشون رو نشون میدن. علی وقتی پای پول میاد وسط استرس میگیره، چون همیشه کمبودش رو تجربه کرده. مریم میخواد راحت خرج کنه، چون سالها زیر فشار بوده. این تفاوت‌ها قبل از اومدن پولم وجود داشتن، فقط فرصتی نبود که دیده بشن. وقتی پای پول میاد وسط، هر کسی با ترس‌ها و گذشته خودش واکنش نشون میده. یکی سفت میگیره، یکی ول میکنه، یکی دقیق میشه، یکی عصبی. بعد که رابطه تنش پیدا میکنه میگن پول خرابش کرد، اما واقعیت اینه که پول چیزی رو خراب نمیکنه، فقط نشون میده که زیر اون رابطه چی قایم شده. باور شماره 4، پول همه چی رو حل میکنه. روانشناسی میگه این باور معمولا از دل فرار کردن از مشکلات واقعی میاد. وقتی که فکر میکنی پول همه چی رو درست میکنه، ذهن یه میانبر میزنه. لازم نیست روی خودم کار کنم، فقط پولدار بشم کافیه. اما پول فقط تقویت کننده است، نه درمان. مثلا کسی که عزت نفس نداره فکر میکنه با پول میتونه اعتماد به نفس بخره، اما روانشناسی میگه وقتی ارزش خودتو از بیرون میگیری، با هر بار بالا و پایین شدن پول احساس ارزشمندیت هم بالا و پایین میشه. درسته پول خیلی چیزا رو آسان تر میکنه، ولی مشکلات درونی رو حل نمیکنه. باور شماره 5، برای پولدار شدن باید شانس داشته باشی. این جمله قشنگه، ولی بیشتر واسه اینه که خیال خودمون رو راحت کنیم. میگیم پولدار شدن شانس میخواد، چون نمیخوایم قبول کنیم پولدار شدن با مهارت، نظم و انتخابامون هم رابطه داره. واقعیت سادهش اینه، شانس شاید در رو باز کنه، ولی اگه بلد نباشی از اون در رد بشی، هیچی نصیبت نمیشه. واسه همینه که بعضیا یه پول بادآورده گیرشون میاد، ولی چون بلد نیستن چجوری نگهش دارن، خیلی زود همون جایی برمیگردن که بودن. پس بله، شانس کمک میکنه، اما پولدار شدن بیشتر به این ربط داره که آماده باشی، یعنی مهارت داشته باشی، درست فکر کنی تا وقتی فرصتش پیش اومد بتونی بگیریش. اگه دقت کرده باشی، بیشتر باورهای اشتباه درباره پول، از پولدار آدم بدین تا پول خوشبختی نمیاره یا پول رابطه رو خراب میکنه و حتی ثروت فقط شانس میخوای، همشون یه نقطه مشترک دارن. ذهن ما برای اینکه با ترسامون کنار بیاد پولو مقصر میدونه، اما واقعیت اینه پول نه خوبه نه بده، فقط یه تقویت کننده است. حالا یه سوال، از بین این باورهای اشتباه کدومش رو تا حالا بیشتر شنیدی یا حتی خودت تجربهش کردی؟ نظرتو بنویس و اگه میخوای بدونی چرا بعضی عاشق خونه موندنن، این ویدیو رو ببین. مرسی که همراهم بودی.